أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بینکم. رواه مسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون ادب با عموم مردم، یعنی با مسلمان و غیر مسلمان، اشاره نمودیم. حالا بحث ما پیرامون ادب با مسلمین هست. با یک مسلمان وقتی مسلمان روبرو میشه چگونه ادب داشته باشه، چگونه احترام داشته باشه، چگونه برخورد داشته باشه. الله سبحانه و تعالی ما را متوجه میسازه به این که و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی کسی به شما تحیه گفت، سلام گفت، شما را سلام کرد، شما به وجه احسن، بهتر شما جواب بدهید. شما وقتی که کسی برای شما گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما در جوابش بگویید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که سیدنا ابو هریره روایت میکنه، میفرمایند لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا، داخل جنت نمیشوید تا اینکه ایمان بیاورید. ولا تؤمنوا، و مؤمن شمرده نمیشوید حتی تحابوا، تا اینکه همدیگر را دوست داشته باشید، محبت داشته باشید. و بعد میفرمایند اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا شما را راهنمایی نکنم به او چیزی که شما وقتی او را انجام بدهید بین شما محبت می آید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که میگن داخل جنت نمیشوید تا مؤمن نشوید و مؤمن نمیشوید تا زمانی که محبت بین همدیگر نیایه، چون نشانه مؤمن چیست؟ رحماء بینهم، در بین همدیگر محبت دارن. این از علامات و نشانه یک مؤمن هست. انما المؤمنون اخوه، به درستی که همگی مؤمنین برادر یک دیگرن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی این را میفرمایند که شما تا زمانی که بین همدیگر محبت نداشته باشید مؤمن شمرده نمیشوید، و بعد اشاره میکنن که میخواهید به شما دروازه محبت که به روی همدیگر باز میشه نشان بدهم، و بعد میفرمایند افشوا السلام بینکم، بین همدیگر سلام را ایجاد کنید.
وقتی با همدیگر روبرو شدید بگویید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما وقتی کسی شما را سلام کرد، شما جواب بهتر، درستر، احسنتر جواب میدهید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حتی بعضی از علما اشاره میکنن و مغفرته. به این یک سلام هر جمله‌ای که اضافه بشه الله سبحانه و تعالی 10 حسنه به نامه اعمال انسان می نویسه. چقدر مهمه. این ادب با مسلمان هست و مجردی که مسلمان را دیدید بگویید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگاه نکنید این از شما بزرگتر هست، از شما کوچکتر هست. نگاه نکنید که این فقیر هست. نگاه نکنید این را میشناسید یا نمیشناسید. پس به اینه که باید ادب با مسلمان که چگونه هست ما بفهمیم و بدانیم. بعضی از دوستان میبینیم فقط با جمله از کنار همدیگر عبور میکنن، تیر میشن سلام. سلام یعنی چی؟ لا اقل بگو السلام علیکم، یا اینکه دست خود را بلند کردن بدون اینکه لفظ السلام علیکم را به زبان بیارن، و یا اینکه اگر الفاظ دیگری که به بین جامعه الفاظی که دست بالا بشه، های های بالاخره، یا آوازهای دیگری، صداهای دیگری از خود بیرون کردن، در یک سلام گفتن انسان صاحب اجر میشه، صاحب ثواب میشه، صاحب مزد میشه که میگه السلام علیکم. هر جمله و هر کلمه اضافه بشه اجر اضافه تر میشه. پس بناهن باید در بین هم دیگر این را ما رواج بدیم که همدیگر را سلام بکنیم و با همدیگر سلام داشته باشیم. این دعایی است که هر لحظه برای همدیگر از الله سبحانه و تعالی طلب سلامتی میکنیم. از جمله ادب با مسلمان گفتیم سلام دادن به همدیگر، این که میشناسی یا نمیشناسی سلام بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوم اجابت دعوت. وقتی مسلمان را دعوت میکنه، ادب با مسلمان اینه که باید انسان دعوت را باید بپذیره. اگر نمیتوانست، عذر داشت، مصروف بود، باید به طرف پیام برسانه که من نمیتوانم به محفل شما، به مجلس شما و بالاخره در برنامه شما شرکت کنم. سوم نصیحت کردن. اگر کسی طلب نصیحت کرد، یک برادر میآیه پیش یک برادر دیگر که این برادر دارای علم، دارای تجربه، دارای دانش، طلب نصیحت میکنه. ادب با مسلمان اینه که باید او را نصیحت کرد. الدین و النصیحه، دین نصیحت هست. نصیحت هم به اسلوب درست، به اسلوب حسنه، به اسلوب و روشی که نشه که او از این درخواست خود پشیمان بشه که کاش نمی آمدم درخواست مشوره یا بالاخره نصیحت و اینها نمی کردم. از جمله ادب با مسلمان اینه که جواب عطسه‌اش داده بشه. وقتی یک برادر در یک جا نشسته عطسه میزنه، چی میگه؟ وقتی عطسه زد میگه الحمدلله. تو برادر وقتی میشنوید بگو یرحمک الله. تو کسی که عطسه زدی بار دیگر بگو یهدیکم الله و یصلح بالکم. این آداب اسلامی است، این اخلاق اسلامی است، این برخورد اسلامی است که مسلمان با مسلمان داشته باشه. از جمله آداب اسلامی که ادب با مسلمان هست این که وقتی مسلمان مریض میشه باید به عیادتش رفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی اگر در بدایت صبح، در ابتدای صبح به عیادت یک مریض میره تا شام 70,000 فرشته با او دعا میکنه. اگر در ابتدای شب
به دیدن یک مریض میره 70,000 فرشته تا صبح او را دعا میکنه. آیا میدانی چی دعاگوهای محکم برای تو فقط با عیادت مریض با برادر مسلمان خود سر میزنی؟ او به شفاخانه است از او خبر میگیری، او به خانه مریض هست از او خبر میگیری. این آداب اسلامی است. خود عیادت مریض از خود آداب داره که از آن جمله اینه وقتی پیش مریض میروید زیاد ننشینید، زیاد حرف نزنید، چون مریض هست، حوصله نداره. حرفی که میزنید متوجه باشید که سبب رنجش او مریض نشه. او درد داره، او رنج داره، حرف تو هم بیشتر او را آزار بده. وقتی حرف هم میزنی از سلامتیش بگو، حرف بزن که او حرف تو با او زخمهایی که او داره مرهم بشه، نه اینکه نمک بر زخمهایش پاشیده بشه. اینها آداب اسلامی است. به اینه که شریعت مقدس اسلام وقتی میگه به عیادت مریض رفتی 70,000 فرشته با تو دعا میکنه، خب این اهمیت این عمل رو نشان میده، این جایگاه این آداب اسلامی رو نشان میده. پس بناهن عیادت مریض از جمله حقوقیه یا ادبیه که یک مسلمان نسبت به مسلمان باید رعایت کنه. همچنین از جمله ادب با مسلمان اینه که شرکت کنه در تشییع جنازه اش. وقتی فوت کرد برو شرکت بکن به جنازه اش، نماز جنازه رو بخوان، سر قبرش برو. قبل از این که او را در قبر هنوز نگذاشتن تو در جای خود ننشین. از جمله ادب با مسلمان هست. هفتم، اگر راز مسلمان برای تو گفت رازش را حفظ بکن. ادب با مسلمان، وقتی سخن خصوصی راز دل خود را آمد برای تو گفت، تو حق نداری او را جایی بگی، جایی افشا کنی. این ادب است، ادب یک مسلمان هست. اگر راز افشا شد این نشان دهنده دور از ادب و نشان دهنده بی ادبی یک انسان را نشان میده. نکته دیگر از جمله ادب با مسلمان اینه که وقتی طلب کمک کرد از تو برایش کمک کن. حالا این کمک مادی باشه، کمک معنوی باشه. اگر تو سرمایه داری، یک مسلمان آمد از تو طلب قرض کرد، برایش قرض بده. طلب کمک کرد، او را کمک بکن. اگر تو عالمی، یک طالب العلم آمد از تو کمک خواست در عرصه درس خود، تعلیم خود، تدریس خود، با او کمک بکن. در راه می روید و بالاخره می بینید یک شخص ضعیفه، تو کمک بکن، دستش را بگیر. به اینه که ادب مسلمان با مسلمان. همچنین از جمله ادب با مسلمان اینه که وقتی از عیوبش واقف شدید او عیوب را پنهان کن، بپوشان. الا که مگر عیبی بود که متعدی بود، ضررش برای دیگران میرسید، او بحث جداست، تا اینکه دیگران را واقف میکنی که ضررش برای دیگران نرسه. از جمله ادب با مسلمان این که احوال پرسی. 5 وقت نماز هست، 5 وقت نماز. یکی از حکمتهای جماعت اینه که احوال همدیگر را داشته باشیم، احوال همدیگر را پرسان کنیم. بعد از نماز پرسان بکن، برادر عزیز کجا بودید؟ چند روز میشه شما را ندیدم. آیا مریض بودید؟ آیا سفر بودید؟ به اینه که مسلمان باید احوال مسلمان را داشته باشد. در اخیر حدیثی از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم را اشاره می کنم که می فرمایند، ابو هریره روایت میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن من سطر اخاه المسلم فی الدنیا، الله اکبر، کسی که بپوشانه عیوب برادر مسلمان خود را در دنیا. گفتیم عیبی که متعدی نباشه. مثلا یک تاجر عیبی داره،
جنس بدل رو وارد میکنه، غذاها و آذوقه های تاریخ تیر شده میاره. یک شخص واقف شده، نباید این را بپوشه، باید این را علنا اعلان بکنه. فلان تاجر فلان غذا را و بالآخره فلان آذوقه را، فلان دواها را تاریخ تیر شده وارد کشور کرده. اگر این را پوشید گناه است. اما اگر یک عیبیه که تعلق به خود شخص داره، اون عیب باید پوشیده بشه. اگر عیبی بود که ضرر به خودش داشت، الله خودش را هدایت کنه. اما اگر ضررش برای دیگران و برای جامعه میرسید، باید انسان واقف بکنه دیگران را، تا اینکه دیگران از شرش در امان باشن. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من ستر اخاه المسلم فی الدنیا، یعنی این عیب شخصی شخص هست، ستره الله عز وجل فی الدنیا والآخره. عیب را پوشیدید، الله سبحانه و تعالی عیوب تو را در دنیا و آخرت میپوشانه. و من نفس عن اخیه کربة من کرب الدنیا، اگر کسی سختی از سختی های دنیا را که دامنگیر برادر مسلمانش شده او را برمیداره، نفس الله عنه کرب یوم القیامه. الله اکبر. اگر میخواید سختی های دنیا و آخرت از سر تو برداشته بشه، کوشش بکن که سختی هایی که سر راه برادر مسلمان تو آمده آنها را بردار. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند والله تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. تا زمانی که انسان مسلمان در خدمت برادر مسلمان خود باشه، الله سبحانه و تعالی در کمک از او هست، او را کمک میکنه، او را نصرت میده و او را یاری میده. این بود ادب با مسلمین که باید ما بین همدیگر رحم، شفقت، ترحم، مهربانی و همدیگر را راهنمایی داشته باشیم. با همدیگر یک دست، یک پارچه. این ادب با مسلمین هست. اتحاد، اتفاق، محبت و صمیمیت، کمک به همدیگر، دست همدیگر را گرفتن، این ادب با مسلمین هست. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه آداب نسبت به همدیگر رعایت نماییم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيم أحلى